سیاه‌دونه رو همه شنیدین، توی خونه همه هست و همه استفاده میکنن. کار بسیار خوبی رو میکنین چون خیلی خواص بی‌نظیری داره. 240 ماده مؤثره داره که هر کدومش برای بدن یه سود و منفعتی داره. برای رفع مشکلات کبدی، معده، کلیه، مشکلات مثانه، پروستات، تنظیم هورمون‌ها، تقویت سیستم ایمنی بدن، تقویت مغز، تسهیل گوارش و راحت کردن سیستم هضم و جذب غذا. همه توی استفاده از سیاه‌دونه یه اشتباه تکنیکی دارن که در واقع اینجوریه که سیاه‌دونه رو همینطوری میخورن که محرک گلوه و میتونه حتی آسیبم بزنه. بهترین روش استفاده 2 تا روش هست. یکی این که سیاه‌دونه رو نیمکوب کنین و قبل از اینکه اکسید بشه با عسل ترکیبش کنین. این یه روش نسبتاً خوبیه. ولی روش دیگه ای که بهترین روشه برای مصرف سیاه‌دونه اینه که شب اونو داخل ظرف بریزین و روش سرکه بریزین و بذارین یه شب تا صبح بمونه و صبح سرکه‌شو رو دور بریزین. البته میتونین از این سرکه برای شستشوی موهاتون استفاده کنین چون یه ضد ریزش قویه. به مدت 3 شب این کار رو انجام بدین. بعد دیگه این سیاه‌دونه اسمش میشه سیاه‌دونه مدبره که خیلی عالیه و با همه مزاج‌ها سازگاری داره. اگه سیاه‌دونه رو اینطوری که گفتم مصرف کنین، خواص بیشماری به بدن میده و جلوی خیلی از بیماری‌ها و سردی بدن گرفته میشه. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین و نظرتون رو راجع به سیاه‌دونه و اینکه چه خواصی ازش دیدین با ما به اشتراک بذارین.